سلام دوستان، من علی هستم و تو این سری ویدیوها میخوام تمامی اطلاعات خودم در مورد ارسال 2 حیوان خانگی که برای دوستانم به خارج از کشور داشتم و اینطور همه کارهایی که میخوام برای بردن گربه‌های خودم انجام بدم رو باهاتون به اشتراک بذارم. خب دوستان، اگه میخوام کارهایی که برای ارسال حیوان میشه انجام داد رو دسته‌بندی بخوام بکنم، اولین مرحله آماده کردن مدارک هست. یه مرحله دیگه رزرو بلیت و در واقع جا هستش و کارهایی که برای بردن حیوان به فرودگاه باید انجام بدیم و سومین مرحله هم کارهایی که توی فرودگاه باید انجام بشه که این ستا رو من توی 3 ویدیو براتون به صورت جداگانه توضیح میدم. اولین مرحله که بخوایم راجع به مدارک باهاتون صحبت کنم، مهمترین و ابتدایی‌ترین مدرکی که خب احتمالا خیلی از شما دارید از قبل، شناسنامه حیوان هست. یه شناسنامه ساده که اصلا مهم نیستش که به فرمت قدیمی باشه یا فرمت مثلا حالت پاسپورتی ایجاد میکنن یا دستنویس باشه، مثلا این مشخصات حیوان، یا مثلا مثل اینی که من دارم تایپ شده باشه. اصلا مهم نیست اینها. تنها چیزی که هست یه شناسنامه باید داشته باشید و بعد از اون باید واکسیناسیون حیوان رو انجام داده باشید که خب برای مثلا سگ و گربه واکسن چندگانه هستش، قرص ضد انگل هست، واکسن ضد هاری هستش که اینا رو باید انجام بدید. حالا بر حسب کشوری که شما دارید حیوان رو میفرستید، یه سری آزمایش‌های دیگه هم ممکن لازم باشه. مهمترین آزمایشی که وجود داره آزمایش تیتر هاری هستش که به خصوص تو کشورهای اروپایی خیلی الزامی هست. هیچ کدوم از آزمایشگاه‌های ایران برای این کار معتبر نیستن. شما باید برید یکی از این آزمایشگاهایی که حالا تو ایران پیدا میشه، نمونه خون رو میگیرن و اینو ارسال میکنن برای یه کشوری، معمولا برای انگلیس الان دارن ارسال میکنن و نتیجه آزمایش اونجا به صورت یه فایل PDF یا عکس براتون برمیگردونن. یه مدرک دیگه که در واقع چیز دیگه که لازم هست و به خصوص اگر این تیتر هاری رو بخواید انجام بدید، میکروچیپ هستش. حالا بعضی کشورها اصلا میکروچیپ توشون الزامی نیست، مثل کانادا، مثل آمریکا هم فکر کنم همینطور باشه، ولی کلا یک روش شناسایی خوبه و من خودم پیشنهاد میکنم که این کار انجام بدید حتما، حتی اگر الزامی و اجباری نباشه. برای دوستانی که نمیدونن میکروچیپ چی هستش، میکروچیپ یه قطعه الکترونیک خیلی ریزه، در حد شاید یه ذره درشتر از دونه برنج باشه و خیلی کوچیکه دیگه. داخل اون یک چیپ الکترونیکی وجود داره که یه بارکد رو نشون میده. هیچ قطعه که برق و باتری و چیزی شارژی وجود نداره در اون، برخلاف چیزی که دوستان بعضی حالا تصور میکنن. و خب با یه بارکد ریدر خونده میشه از پشت حیوان. معمولا پشت گردن حیوان به یه دونه سرنگ یک بار مصرف که خودش داره و میکروچیپ داخل اون هست تزریق میشه به زیر پوست و همونجا میمونه. برای چند سال همین معتبره و تا اون قطعش در واقع کار میکنه و از بین میره دیگه. در نهایت هم در واقع دیگه کار نمیکنه. این رو باید دقت کنید، استفادهش بکنید و معمولا یه بارکد به شما میده همراهش که اساس شماره سریالشه. یه چند تا بارکد اضافه هم که توی اون بستش هست به شما داده میشه. اینا رو یه جای نگهداری کنید برای خودتون. مثلا یه دونش هم معمولا روی صفحه اول شناسنامه چسبونده میشه. اینا رو نگهداری کنید. حالا شاید بعداً جای دیگه هم توی مدارک دیگه بخواید استفادهشون بکنید. میکروچیپ رو که تزریق کردید، اگر تیتر هاری لازم بود رو انجام دادید، مرحله بعدی بعد از اینکه شما رزرو بلیتتون رو انجام دادید و نزدیک پرواز بود، معمولا یک هفته تا نهایتا مثلا 3-4 روز مونده به پرواز، بعد برید این کار رو انجام بده. شما بعد برید اداره دامپزشکی مرکزی شهرتون. این اداره دامپزشکی اصلا کلینیک نیست، با کلینیک دامپزشکی که معمولا میره فرق داره. اصلا حیوان رو اونجا راه نمیدن و نیازی به حیوان هم ندارن. شما باید برید اینجا مدارک پزشکی حیوان رو ببرید
به همراه بلیت، به همراه مسافر، حضور شخص مسافر معمولا الزامیه، به همراه پاسپورتش که یک نامه خروج، در واقع یک مجوز خروج برای حیوان میدن، یک گواهی سلامت در واقع دارن میدن که حیوان سالم هست و میتونه از کشور خارج بشه. از جمله مدارک دیگه ای که قبل از این برای اداره دامپزشکی باید شما تهیه بکنید، یک فرمی هست به نام فرم انکس. این فرم انکس یک فرمی هستش توی فرمت صفحه A4 هست، فرم خیلی خاصی نداره، در واقع چیز نداره، جو بگم که فرمت خاصی مثلا توی کاغذ خاصی باید باشه، اینا نیستش. حالا با روش مختلف من دیدم از دو سه جایی که گرفتیم یه ذره با هم دیگه قیافه‌هاشون فرق می‌کنه، ولی اطلاعات کلیش کلیه تاریخچه حیوان در این هستش، از نام مالکش که معمولا الان بهتر مالک حیوان با شخص مسافر یکی باشه، یعنی اگه دارید حیوانتون رو توسط یک مسافر دیگه میدید که براتون ببره، بهتره اسم این مسافر توی شناسنامه بیاد وارد بشه. کلینیک‌ها همین کارو میکنن، دستنویس یا حالا یه جوری اضافهش میکنن، یه مهری میزنن روی همون صفحه اول که یعنی مالک عوض شده مثلا. به هر حال این الزامی که هم خطوط هواپیمایی گاهن دارن، هم اداره دامپزشکی سختگیری انجام میده، یا برای بعضی حالت‌ها دیدم که وکالت داده بود یکی از دوستان برای انجام این کار که این نفر دیگه حیوانش رو خارج کنه از ایران. این فرم انکس 6-7 صفحه فکر میکنم A4 باشه. شما تمام اطلاعات فرستنده، گیرنده، شامل حتی آدرس خونه و تلفن و ایمیلشون، اطلاعات خود حیوان، نوعش، نژادش، رنگش، حتی مشخصه خاصی اگر مثلا یه معلولیتی داره مثلا، یا مثلا توی رنگش مثلا نوشته شده بود که مشکی هستش، مثلا گربه است، DSH مشکیه و زیر گلوش مثلا یک قسمتی موهاش سفیده، به این دقت نوشته میشه. تمام تاریخچه واکسیناسیون حیوان که توی در واقع شناسنامه قبلا ثبت شده، این رو به صورت با تاریخ‌های میلادی با اسم واکسن هایی که برش تزریق شده اون تو می‌نویسن. یه تاریخچه کامل از حیوان هستش. اون آزمایش تیتر هاری اگر داشتید توش نوشته میشه، شماره میکروچیپش نوشته میشه. در واقع گزارش کامل به یک فرمت بین‌المللی هستش که این آماده میشه. این رو به همراه بقیه مواردی که گفتم، پاسپورت، بلیت، آزمایش تیتر هاری جداگانه اگه دارید، شناسنامه حیوان و خود شخص مسافر یا مالک هر کدومشون که حالا توی پرواز هستید با حیوان، اینا رو باید ببرید اداره دامپزشکی و اونجا یک برگه خروج بهتون میدن. این برگه خروج شما باید دیگه نگهش دارید تا روزی که میرید فرودگاه و اونجا حالا توی مرحله فرودگاه براتون به صورت کامل توضیح میدم که چیکار باید براش انجام بدید. خب در مورد اداره دامپزشکی در تهران براتون این رو بگم. توی تهران شما این تو هر شهری میتونید سرچ کنید، خودتون به دستش بیارید. اداره کل دامپزشکی استان تهران یا شهر تهران توی خیابون نصرت غربی هستش، یعنی میدون توحید، اول خیابونی که پایین ترش هستش خیابون نصرت غربی هست. اونجا اداره کل دامپزشکی استان تهران هستش. پیشنهاد خودم بهتون اینه که نزدیکترین جا به این اداره یه خیابون پایین‌تر خیابون پرچم هست، کلینیک دامپزشکی پاستور، خیابون پرچم نبش خوش. من اینو روی نقشه هم براتون میذارم که این دوتا رو ببینید. خیلی به هم نزدیکن، ولی با توجه که گاهن ساعت کاری خیلی کم هستش، تعطیلات میشه، نمیدونم آلودگی هوا و تابستون میشه، خلاصه پیشنهاد خودم بهتون اینه که چون گرفتن اون فرم انکس ممکنه 1 ساعت 2 ساعت زمان ببره، اینا بعد تایپ کنه تمام مواردی که بهتون گفتم، بهتره که یه روز بعد از ظهر مثلا برید این فرم انکس رو بگیرید یا برید کاملا آمادهش کنن که صبح اول وقت اینو ببرید اداره دامپزشکی. کار زیادی نداره توی اداره دامپزشکی، شاید کارتون 1 رو 20 دقیقه بیشتر طول نکشه. دوباره هم که ما مراجعه کردیم هزینه خاصی نداشت اداره دامپزشکی. فرم انکس حدود 1 میلیون تومان، حالا یه وقتایی
یه ذره مثلا توی شناسنامه هم و موارد اضافه کنن، کمتر کنن، اینا 1 میلیون 1,300,000 تومان هزینه برای ما داشت حدوش 3 ماه 4 ماه پیش. ولی در کل اونقدی کار سخت و زمانبری نیست، ولی پیشنهاد میدم که تو 2 روز مختلف این کار انجام بدید که معطلی رو در نظر بگیرید خلاصه برای این کار.